یوریدی هست از خوشی دردی هست مرو دردی هست مرو یوریدی هست دردی هست چی کار بگیره چی کن یوریدی هست از خوشی مرو بگویم نامردها شما بازن دست برداره قاتلان شما را نابود بسازن یوریدی هست ای لعنتی ها چی کار میکنن شما خانم سله شما خوب هستید تمام هر دست باشید رفتید تماما نترسید چون که جنتلمن لمن شما را نجات داد پروانه آمدم خانم سله ای چهارچشم تو در اینجا چی میکنی ای برادر ما پلیس هستم در اینجا بودن من معنا دارد شما چیکار میکنید در اینجا اگه پرابلم داره مثل یک سگی بویگیر کجایی که نرم همان جایی آن آدمانی که خانم سله رو زدن آدمان تو هستن آن جنایتکارها رو زدم تو را قهر کردم چه خیلی جنایتکار تو چیا میگویی من برای نجات دادن خانم سلن آمدم این زن یک قهرمان داشته میتواند این هم باشد منم و تو چی خانم سلن یک قهرمان دارد آن منم تمام این را از خاطر نبرو شودکنون بحث کردنتون هیچ در کار نیست تشکری زیاد در کار نیست فهمون؟ خواهش میکنم خانم سلن هر زمان فرمان برداری شمایم خانم سلن اگر این شما را ناراحت کرده ایستاده باشد امر کنید من این رو در حال دستگیر میکنم هیچ خیل دستگیر کردنه ما در اینجا وظیفه شهروندی همون را اجرا کرده به یک زن کمک کرده ایستاده سردار وقتی ملاقات آمد دیرید از اینجا میرویم چه خیل سردار تو کی هستی سردار من محافظتون هستم دیدید خانم سله این ساختکار برای خود را در نظر شما قهرمان نشان دادن آدم فرمایش دادن این پای برده آنها آدمان اینن این یک بازی است اینها فریبگرن چی؟ تو کی را دروغگو میگویی چهارچشمه حاضر من تو رو تو چی گفته ایستاده دیوانه ای؟ خانم سله با خدا که با او باور نکنید تهمت کرده ایستاده است این گوشلخه نسبت ما رشک کرده ایستاده است تو درباره کدام مصیبت گپ میزنی ها ابله خانم سله لطفا مرا ابله نگویید خواهش میکنم خانم سلن هیچ خاطر نشوید من این ابله رو برای بند تشکیل کردهش در حال دستگیر میکنم امر کنید فرمان بردارم تو درباره کدام جرمی بند تشکیل کردن گپ زده ایستاده ای تو عقلت را خوردی گوشلخه عقلت را خوردی چقدر دستگیر کردن من در اینجا وظیفه شهروندی ام را اجرا کرده ایستادم با یک زنی محتاج کمک کرده ایستادم ای بیامان بازی ساختت آشکار شد چی گفتنت را نمیدانی خانم سلن یک قهرمان دارد آن هم باشد منم سردار 300 سوم دیگر رو باید پرداخت کنی سردار چی خیلی سردار شما هم انتظار شوید کمتر شما را هم دستگیر میکنم رو دندان رفیقم را شکسته ای در شرطنامه منیخل نبود عجب و چه شرطنامه شرطنامه چه خیلی شرطنامه پرتز یک دندان تعمیرش از 300 سوم کم نمی شود 2000 دادی 300 تای دیگر است خیلی نمایش ای برادر خیلی نمایش چی یگم کس به من فهمونده میتواند که در اینجا چی گپ است من میفهمانم خانم سلین این سگلدکی بیشعور کو برای قهرمان میشوم گفته دو آدم را کیرا گرفته اینجا تئاتر تشکیل کرده است تو چه خیلی تئاتر مگر این خیلی ممکن است از این جامعه گذاشتم که شما را در حالت ناگوار در دویدم و نجات دادم ای برادر زود پول را ده رفیقم را باید به دکتری دندان برم ای برادر صبر کن عصبی نشو همه کار رو برباد دادی باز پول میپرسی ای پوش دهنت بوی ناز آمد برادر چهرت معقول نیست نمیشناسیمت بیا قبلت برم شودکنون بس است از هر جهتونتون بیزار شدم مانده شدم هستش من نابود شوید آدمانتون رو باید که یک طرف هستن آخر خانم سله خاموش شوید مرا راحت گذارید بیزار کردیده ساز برا سلن جان پیش نگاه بنزین داری برا بعد زنگت میزنم خب بعد زنگ میزنم برا گوشه میزنم پول مولت نمیتونم همه کارا برباد دادی در پیش سلن شرمنده پیش درای خدا زند شما را ای برادر من آخر تو رو نزدم دم تبگی لعنتی ها از اوده یک کار هم نمیبراید ها بلا زند شما را تو ای حیوان های بشاق در شوید از اینجا خدا زند شما را
کنی دهانت را کشه. خور اپای سیوال تو رو سیر میکنه. بسیار خوب میخورد، بسیار شیرینه که تو. دامولا اگر همین خیلی اکرام کند دندانهایم را میشکند. اون دندانهایت رو شکنه چی میشود که به پیش برآمدن؟ خدایا با این کودک نگاه کن. کنی دهانت را کشه. خور سوپر قهرمان خوراک میخورد. یا خدایا. زود آن را هم بخور. کنی گیر. اشتهایتان؟ خانم مرحمت. تشکر زیاد. من در آشخانه کمی کار دارم. شما رو تنها گذارم. اقلا یک چای نشید. نه نمی نوشم. به شما اشتهایتان میبینم تنها نیستید. خانم زهرا از کودک شرمه دارید. این خیل نکنید. طوله که شده بوده ای گفت درباره سفر رفته شده است. بسیار با عقل بوده است ماشاءالله. همه خیلی است. بسیار با عقل. شما این گپا رو با کی گفتید؟ هیچ نفهمیدم. با تو رشک کرده شده است. نه عزیزم چه خیلی رشک ما رشک ندارم. من تنها برای اون این کودک در حقیقت بسیار با عقل است. آفرین پسر جانم. کنی تو یک با پیش اپاد رو ما باشیم کلان ها یک صحبت کنیم. در اینجا آدمی کلان یک تا است. اون هم منم. هر دیگرتان مانند کودک رفتار میکنید. کودک بازی نکنید. رفت سعی جان رفت. من همشینم. کودک آفر مانند شما؟ بسیار خنده آورد. تو هم باید دو زیاد باور نکنی. به فکر من هم در حیاتتون یگون زن هستن؟ چی؟ سیوال ها؟ شما چی ها میگوید؟ مرا برای او ترک کردید همین خیلی؟ خانم چی سفسطه میگوید؟ سمیرا باشد بهانه پیش میارید. گوش کنید خانم زهرا شما با فکرم عصبانی هستید. با جز سیوال کسی دیگر رو نیفتید مگر؟ این در این زن شما چی دیده اید من نمیدونم. با من وعده دادید که با من ازدواج ساخته میکنید ولی به وعدهتون وفا نکردید. بس است در حقیقت بس است. وعده داده بودی من هم آخر قلب دارم کو. الا اعتراف کردید؟ چرا اعتراف کردم؟ سیوال را دوست میدارید همین طور نه مگر؟ کار تو چی؟ کاری من چی؟ بله. چه کاری من چی؟ ساخته هم باشد شما فاتحه شده من هستید میفهمی؟ اکنون فاتحه شده تو نیستم ها؟ نمیفهمم چرا این رو از آدمان پنهان میکنید؟ چرا از آدمان پنهان میکردم؟ البته برای شما هیچ چیز است گوش کنید ولی برای من این خیلی مهم است فهمیدید؟ از روی اونه که آدمان ما رو فاتحه شده میدونند شما باید مانند فاتحه شده رفتار کنید. این خیلی بازن و صمیمانه رفتار کردنتان مگر به شما زیبنده است؟ خانم زهرا این گفته هایتان رو کمک خودتان میکردید باور کنید حالا ما رو بسیار خرسند میکردید. باز به اول برگشته ایستاده ایم همین خیلی؟ باز به اول برگشتیم. شما یک موضوع رو توب داده به من میارید. من چیکار کنم؟ چون که به وعدهتان وفا نکرده ایستادید مرا در نیمه راه پرتفته ایستادید. خانم زهرا شما هم به من وعده داده بودید اجرا نکردید. فراموش نکنید اینقدر یکرو هستید. من در حیاتم با این خیلی آدم یکرو روبرو نشده بودم. من با شما دیگر بحث نمی کنم. باید بگم که بگاه بابایم شما را انتظار است برای گفتن این آمدم. خدای توبه این دختر رو هجران کرده نتوانستم. اپا خوب هستی؟ خوبم کمی سرم تاب خورده ایستاده است. خوبم. چرا در حجره خودت خوب نرفتی؟ براحت خوب میرفتی؟ چی دونم در اینجا دراز کشیدم. شاید تو میوی گفته کمی خوابم برده است. جانکی من چی کردی؟ گپ زدی؟ گپ زدم با مشوقش گپ زدم. چی؟ متاسفانه همین خیلی. اپا جان من این خیلی فکر میکنم که این زن کسی نباشد در گذشته مانده است. پیش از تو را شناختن یزنه اونلم از همین سبب تو هیچ غمگین نشد. یزنه اونل اصلا این کارو نمی کند. خیر مدش من با پایان فرایم بگاه داملازی می آید.
چرا می اومده است؟ چه خیلی چرا می اومده از فوتیا شده من است؟ گوش کنه این هم تو را فریب دارد میبینی. مالش نکن مالش دیسی رو حرکت کن. سلیمان ساده اید همه‌شون یک خل هستند. خواهر عزیزم اکنون باز هم به تو نزدیکترم. همه رو ترک میکنم، اصلا تو رو ترک نمیکنم. کیرز جان سوزی سفر رو بخیر. خوبم، با قصر میروم. آقای اکرم دعوت کرده است، با او میخوره. و ینگه زورو رو دیدنی میری؟ سوار شب برام. نه شوکت نه، من از این کار بیزار شدم. اکنون همش رو میفهمونم. چی؟ دوملوزیا با تو عمیق در حیاتش یگون کس نبودنش رو نگفت؟ نگفت، لیکن در حیاتم یک کس بود نگفت، ولی یک طوری گفت که به تو دخل ندارد گفتگی بریم. خیر چی کار میکنی؟ این کار رو با آخر میرسونی؟ اصلا سلین این رو با بابایم گفته نمیتونم، او بسیار میرنجد. دخترها درباره چی صحبت دارید؟ هیچ، همین خیلی درباره چیزهای نالازم گپ زده ایستاده. زورا جان این داملا زیادی رو در کجاست؟ وقت آخر نمیتابد؟ کاری تو چی سمی؟ یا خدای توبه، تو چرا زود عصبانی شدی؟ تمام سمی جان بسیار گپ نزن. ای سلین من هیچ چیز نگفتم آخر، تنها یک سوال عادی پرسیدم. نپرسمی نپرس. ای تو چی خدر به من سوال میدهی؟ از پشت تو باز یک مشکلی دیگر رو پس سر کردن نمیخوام، فهمیدی؟ مایلش من نیتی بد ندارم، مایلش همش مانند خواستی تو شود، اما این حسیات های نسبتی تو داشتم رو اصلا تغییر نمیدیم. این رو فراموش نکن. خدا نشان ندهد زهرا باید از دوملازی جدا نشود. نه این باید نشود. اپای حاله چرا گریه میکنی؟ خوب هستی؟ هیچ چیز نیست ملیس، خوبم. اپای حاله خوب هستی؟ با تو چی شد؟ خوبم کمی سرم تاب خورد. بیا تو رو به جای خوبت برم کمی استراحت کن. نه عزیزم نمیخوام. ملیس جون تو داروهایم رو میوری؟ مایلش میارم. در کجا هستن؟ در حجره زهرا در جزدان. مایلش اینجا انتظارش زود میایم. در کجا باشد؟ این چیست؟ اینی زهرا. دوملادیو خوش آمدید. آقای اکرم انتظار شما است. اکنون من چیکار کنم؟ چیکار؟ میلیس فکر کن. شام بخیر. داملازیا خوش آمدی. داملازیا خوش باشد بابا. مرحمت. بله چون داملازیا هم آمد بسیار گپ را کشال نمیدیم. زود مسئله را گپ زدن میخواهم. داملازیا چقدره که در بینتان بحث خوردکک گوید هم در اصل قهری بودنتان را فهمیدم، چون همه آیله همون در اینجاست. این قهرگی را از بین بردنیم. آقای اکرم من درباره این مسئله برای با شما گپ زدن آمدم. در اصل با زهرا ایستید.
ما جدا شدن نمیتوانیم. زهرا زهرا حامله دار است. چی؟ چی؟ حامله دار؟ بابا یک دقیقه شما خطا فهمیدید. همین خیل بابا جان من حامله دار است آخر بابا. وای وای کاری کرده دومولو رو بیننده. از تو پرسیدم زهرا. بابا جان این خیلی چیز نیست. چه خیر من حامله دار. زهرا این را اکنون از ما پنهان نکن. خاموش شوید. این چی شرمندگی است ها؟ دامولو زیا این چی گپ است؟ آقا گوش کنید، در بین بسیار نافهمی بزرگ است. خانم ملی شما هم سفسطگویی رو بس کنید. من سفسطه نمیگویم، این را از حجره زهرا یافتم. از حجره زهرا؟ بله. زهرا؟ چی خیلی زهرا؟ من یک آخر حامله دار نیستم. دروغ میگوید. این چیست؟ یک دقیقه ما رو گوش کنید. تو خاموش شو. زهرا گپ زن. بابا جان گپ زده ایستادم آخر سفسطه میگوید. بله سفسطه گفته ایستاده است. دین هر دویشان یک گپ شده سفسطه میگویند. با فکر من این یک نمودی اصولی نوی دامولوزیا است. چی؟ داماد؟ آقا در بین بسیار خطاگی بزرگ است میگویم. من آخر اینجا برای گفتنی آمدم. برای گفتنی چی آمدی؟ چرا آمدی؟ برای با زهرا جدا شدنم رو گفتم. زهرا را چخیل با کودک در بد نشبوده میپردایی. باز دامولا هستی. تو هیچ وجدان نداری. این کودک از من نیست. پس از کیست؟ زهرا تو حامله داری؟ دامولو این چه خیلی گپ زدن است. سخنتان رو دانسته زنید. داماد چرا خاموشی؟ برای چه آمدی؟ بگو. این آواز دندان بود؟ نفهمیدم. آوازی چی؟ صدای دندان. اوه مگر من عقلم را خوردم؟ حتی صدای درونی را شنیده ایستادم. یا که صدا از بیرون بود فهمیدنم در کار. آقا یک صدای دندانتون رو میبرآوردید. چی؟ چی کار کنم؟ صدای دندان یعنی این خیل، یعنی هنگام گپ زدن صدای عادی که میبراید آدمان میشنون کو. تو چی گفته ایستاده ای داماد؟ چی هم میگفت؟ بهانه جستجو دارد آخر بهانه؟ ای بس است آخر مرا یک بار گوش کنی؟ تو دخالت نکن گفتم حله. داماد کنی گپ زن؟ آقا چرا گپ زنم؟ بله بابا جان چرا گپ زند؟ این خیلی چیز نیست. آخر من حامله دار نیستم میگویم. آها بابا جان کاری شدگی گذشته است. اصلاح کردن نمیتوانند. بابا جان آن کاغذ اوزی از زهرا. خاموش شو گفتم حله. بهوده خواهرت را پشتیبانی نکن. تو چی خیلی این کارا کردی داماد؟ ما تو را دامولا گفتیم. دامولو بوده است. ملیس دخترم ای بست آخر. آخر من چیکار کردم؟ باز چی کار میکردی داماد؟ آقای اکرم گوش کنید، در بین نافهمی از باور کنید من همانند شما در حیرتم. این را باید پیشتر فکر میکردید. من چی رو فکر کنم؟ باز میپرسی ها؟ ای بست آخر این با تو هیچ نمیزیبد. بابا جان کمتر آرام شوید. آرام شدن نمیتوانم. اینقدر بی‌طاقت میبودید زودتر آیله دار میشدید. در پیشتان یگان مانع نبود. آی زهرا گپ زن آخر چرا خاموش هستی؟ گپ زده ایستادم آخر فهمیدن نمیخواهند. شما خودتون گپ زنید. من چی گپ زنم؟ حامله دار تو هستی کو. دامولو شما چی ها گفته ایستاده؟ این چی خیلی گپ زدن است. سخنتان رو اندیشه کرده گویی. این صدای بیرونی بود. چی؟
یا خدا توبه، من این گپ رو کمی پیش از دهان تو شنیدم. این چه خیلی کار است؟ داملا بسیار خوب رفته استودایی. این اصولهایتون رو حتی من اجرا کردن نمیتوانم. شما چی میگوید آقای فروخ؟ چرا اجرا کردن نمیتوانید؟ این بین خودمون میمونه. کنی یک لحظه در بین هر دوی شما چی گپ است؟ هر دوی شما از پشت کدام کار هستید؟ هیچ چیز نیست کارتون نباشد تولی. زهرا اینجا چی شده ایستاده است؟ من هم کوشش دارم که چی شدنش را فهمم سیلین. باز دومولو شرم ندار، حیفت بوده مردنت به. اوه بس است آخر، این قدرش از حد زیاد است. بله این قدر زیادی بد شد تولی. چی زیاد است فروخ؟ چی؟ شرمندگی. چی زیاد داملا؟ کمو زیاد یک طرف همش اشکار است آخر، اشکار. حیف بود. باز دومولوی ها در اینجا زهرا رو با کودکش پرتافته میروی و شرم نمیداری ها؟ خدایا توبه، او چخلی کودکه؟ داماد در حال این رسیلی را سفید میکنی، در حال. آقا چرا تازه میکنم؟ آخر در من یگون چیز نیست، خطاگی هست میگویم. باز دامولایی تو این کار را چه خیل کردی ها؟ چه خیلی این رو کردم بابا جان؟ چه خیلی نیکو؟ امام ها آفرین مادر جان، با واسطه امام نیکو کردن همین خیلی دامولا. چی خیلی نیکو؟ دیوانه میشم. در اصل من دیوانه میشم. گوش کنید آقای اکرم، هیچ کس از من حامله دار نشده است. این خیلی کار هم غیر امکان است. آخر ما حتی قریب با زهرا دست به دست نمیکنیم. آخر این خیلی نکنید. نباشد کودک از اوقی سیاه است؟ چی؟ این بابای چی علاقه دارد یانگه؟ خدا نگاه دارد زهرا. سیلین مرا دیوانه نکن. شرمندگی. آقای اکرم بینید نبیره دوست داشته اتون چی کار کرده؟ مادر شما چی میگویه؟ چه خیلی زاغ سیاه؟ کودک از اوقی سیاه است؟ داملای مسئله زاغ سیاه از کجا برام؟ سمی دمت رو گیر. اگر نگیرم چی؟ گوش کن، لطه کوبت میکنم دیگر با خود نمیایی. پتی بسیار میکنی. ببین داملو چی میگه؟ شود اکنون مرا یک دقیقه گوش کنه. زاغ سیاه از کجا برام اکنون؟ خودش چی گپ زهرا؟ بابا جان با زاغ سیاه یگان علاقه مندی ندارد. بس سکنونه من دیگر طاقت این خیل ساسته ها رو ندارم. حسابی این همه رو از تو میپرسم میلیس به همش تو گناهگاری. این رو بینیده؟ گویا که من با تو گفتم که حامله دار شم. زهرا التماس فقط تو گپ نزن. شرف اویلامون رو پای بو کردی، باز هم گپ میزنی ها؟ شرمنده. زهرا چرا این خیل کردی ها؟ بابا جان من هیچ کار نکردم میگویم. زیا آخر شما هم گپ زنید. من چی گپ زنم زهرا؟ با حامله داری تو من گناهگارم مگر؟ اکنون حالا گناهگار منم؟ آفرین. با خدا من گناهگار نیستم، خفه نشوید، من به گناهم. اینها رو بینید گناه رو با گردن یک دیگرشان میپرتویند. بس است آخر یانگه. چی بس است زهرا؟ چی؟ هم گناهگاری هم گپ میزنی، هیچ شرم نکردی؟ یک دقیقه مرا گوش کنید. زهرا حامله دار نیست، من حامله دارم. چی؟ حاله کاش که یک کودک دار می شده، آن وقت همه چیز عوض می شد. اکنون بس از سر دارم، کار شدگی شد. حاله چرا این خیل میکنی؟ چرا میکنی؟ من نفهمیدم سردارم، این زنها چرا با ما این خیل رفتار میکنند؟ خانم سلن چرا مرا دوست نمیدارد؟ یعنی هله چرا شما را دوست نمیدارد سردارم؟ هله مرا دوست میدارد لبه. سردارم اگر شما را دوست دارد همین خیل رفتار میکند. بس همینا چقدر رشت دارد؟ چه خیل نمیدوند که چشم شما بغیر از اون دیگر کسی را نمیبیند؟ پسرم چه خیل گپ زده ایستاده ای؟ ای در شخصی که با تو درد دل میکند. اصلا ویرون بود، باز ویرون تر شد. عصبتون ویران شد سردارم؟ ویران شد. نابود که ویران شد. فرتو کباند سردارم. برای چی؟ طبق و کاسه میشد سردارم، هم دردهایتون رو فراموش میکند، هم عصبیت آرام میشود. رحمتی بیبی هم هر وقت که عصبی میشد طبق و کاسه میشد. در حقیقت به کار میآید؟ البته به کار میآید سردارم، مرحمت کنید. در داخل ماشین کاسه شویی گذاریم چی؟ در این حالت عصبای ماشین کاسه شویی آرام میشود. آرام میشود میگویی؟ بیشوبه. اولی بشو. خیلی مایلش. با خدا خوب بوده است. البته خوب است، لبه بیوده گپ نمیزنه. خوب بوده است خوب.
حله جان این رو برای پشتیبانی کردن زهرا گفته ایستاده ای به فکرمون. آخر اینقدر وقت حامله‌دار نشدی و حالا هنگامی جدا شدن حامله‌دار شدی ها؟ ها ینگه جان عیناً هنگامی جدا شدنم حامله‌دار شدم. حله جان گفته‌ات راست است. بله بابا جان درست است. آه خدا نبیرم کودک دار میشد. ما عائله بزرگ هستیم. آه خدا جان جانک من عزیزی من بابا جان خاله میشم خاله زیبایک بله خاله میشوی مبارک شما جونکم حاله جان تبریک میکنم همین رو بر وقت نگفتی آخر اجازت ندادید که گفتم رو گفت زدم. عذر میپرسم من خطا فهمیدم. بسیار خطا کردی خیلی هیچ گفت نه. تبریک میکنم اپای حله. تشکر جونکم تشکر. حله جان بسیار خرسند شدم. خداوند به پدر و به مادر کلان نکند. همین خیلی میگویند که آخر شیرینکی من. هیچ خیلی عائله عجیب است. با خدا خوش شد که گرفتم نباشد عقلم رو میخوردم. خدا با من رحم کرد با خدا. یا خدای من یا یا خدا توبه. خوب که افتیدم. در هر حال شانسم افتید. این نشانه بلند مرتبگی می باشد. حله جان نهایت با من نباید رسید. بسیار مادر غمخوار زیبا میشه. تشکر سنی جان سلامت باشی. یک دقیقه دامولوزیا کجا شد؟ رفته است. سردارم دستتان درد رو نبیند یه لقف میکنم. رحمت عصباتون آرام شد؟ بله آرام شدم. من گفتم که سردارم باز یه حله رو یاد کرده. لوین بیا بیرون لوین با تو کمی نوش جان کنیم. نه سردارم راستیگه بخم مزم نیست. پس با که فروخ زنگ میزنم شاید او میرود. سردارم این خیلی نکنید. چرا برای خلاصی نیست؟ سرداری من نباید مینوش قمارباز زنکباز و خولیگان و روزن قدی کوچک شود. این کارها به شما زیبنده نیست. رفیق سردارم لوین تو چی گفتی تو دیوانه مگر کمی مینوشم تمام. دایم همین خیلی سر میشود سردارم. اما شما هم راست میگوید عائله زیبایتون از بین رفته ایستاده و شما هم نمیدونید چیکار کنید سردارم. از بین رفته ایستاده است؟ بله از بین رفته ایستاده است. ببینید آخه به شوخی ینگ هله حال هم نآمد. با فکرم دیگه نمیآید. در حقیقت نمیآید؟ نمیآید البته مگر میآید زنق است. فریب خورده است. فریبش کرده. اگر من هم بجای ینگ هله میشدم اصل با پیشمو بر نمیگشتم. تو چی گفتی ایستاده پسرم؟ ینگ هله میآید. صدای از درون دلم میگوید که میآید. خفه نشوید سردارم اما صدای درونتون شما رو فریب میکنه. ینگ هله شما جدا میشود. به کس بینوا میمونید. بروتاتون سیخ میخیزن. کلوشی نمیایی که در پاچت بپوشی. در ایستگاه های شهر مانند بینوا با درد و عذاب زندگی میکنید سردارم. ای پسر تو چی دیوانه ای؟ خودت رو هم مرا هم ناراحت کردی. عجب کاره. از تو اونال امیدم رو کنده بودم. با خدا این برای من حتی برای هممون سورپریز شده. من در هیجانم. جونکم من از همه شما یک خواهش دارم. بگو. من حالا این رو با اونال گفتن نمیخواهم. هیچ کس از دهانش یگون گپ نبرورد. میلش چرا حله؟ چرا؟ نامشروگی رو گوشش رو کش گفتم. اونال زنگ زده ایستاده است. اما در این باره با او یگون چیز نگویید. میلش حلی میلش لبای اونال جان
майлаш ба куҷо? албатта меоям майлаш то боздӣ тамом. چی گفت؟ گفت که در یکم جا وا خورده با همدیگر درد دل کنیم. در همین ساعت؟ بله. یعنی تو هم خسته میروی ها فروخ؟ بله میروم. با من اجازت هست؟ علی جان چرا تو این خبری خوش رو با اونال گفتن نمیخواهی ها؟ اما من حالا آماده نیستم که با او این خبر رو رسونم. وقتی که تیار شدم همش رو با او میگم. مایلش عزیزم مایلش. فروخ دیر شد خوب میرویم. با فکر من اونال رو زنگ زده گوی که دیر شد من اومده نمیتوانم. در یگان موضوع یک روی میکند. شما باشید مقابل آن رو میگویید، حتی از او هم زیادتر یک روی میکنید. فرض میکنیم با شما دود زد، شما بلندتر دود میزنید. نه میروم گفتم. تو با این کارها خوش نشو. دخالت نکن گفتم. این خودش دیوانه شده است و من رو هم دیوانه میکند. چرا این درک شده نمیشود؟ کلاس آروم شو، خیلی کلید میشکنی بچه. خدا توبه، با این کلید درک شدن چی مشکل بوده است؟ بچه همه اکه مزافر همه خونه را بواری کرده دوده در نشکنی در بالومونه. یا خدا توبه. همه کلید چخورتر بوده. کلاس تو چیکار کرده ایستادی؟ چیکار کرده ایستادم؟ بچه در پود رو سمه ایستی؟ مگر پایم ماندن؟ بعد از فاتحه ساخته کمتر دیگر موند که پدری ساخته می شدیم. ای خدایا هیچ کس مرا احترام نمی کند. آشکارا با حامله‌دار کردن زهرا گناهکارم کردم. برادر آخه تو با این دختر اویله‌دار نمیشوی، چرا عصبی میشوی؟ چرا این نمیبراید؟ اما چرا درون این توفلی موزه پوشیدی؟ برادر حامله‌دار شده باشه فرقش چی؟ بی زحمت صاحب فرزند شدی؟ شوکت سفسطه‌گویی رو بس کن، باز آغاز کردی ها؟ غم نخیر برادر، گاهی به گوسالا قیمت‌تره. من شو غمگین اگر دختر بیزادی. خالش به او بازیچه های بسیار میخرد. اپا جان شاید از نی اونالم کودک دار شدن تو را از تو زیادتر میخواهد. در حال باید بگوییم. زهرا اپا جان التماس زود ناراضگی بیان نکن. او پدر کودک دوست. از او حقیقت رو پنهان نکن. درست بابا جان. بس آخر حالی راجیر زن مجده را با او دیم؟ نه بابا جان نمیخوام. حالی نه گفتم بابا جان اونال با این ارزنده نیست. حالی مگر یگان چیزی هست که ما نمیدانیم؟ اونال همه رو فریب داد. چی؟ اپا جان یزنای اونال این خیل کار نمیکند. فریب کرد؟ شراب به من نگفتی؟ چون که شرم داشتم. دخترم چرا شرمی داری؟ اگر شرم باشد همان بد اخلاق شرم کند. بابا جان التماس آرام شوید. آرام شدن نمیتوانم. تو را با کی فریب دادم بی ناموس بگو. بابا جان درباره این بد گپ زنی من خودم رو بد حس میکنم. به آن احمق هیچ چیز نگو. آن احمق اصلا به پدر شدن ارزنده نبود و نخواهد شد. بابا زیاد رو مرا میزده است. یا خدای توبه روی مرا کبود میکرده است. مگر این خیلی میشود؟ یعنی دومولوزی و زوگ بسیار است. ایو نه این چه حال هستن؟ کمتر خورسندی کنن. خورسندی رو من چی کار کنم اکای فرو؟ مانند بدبخت بدوی هم اگر از پیشم گربه سیاه گذرد کارم نابرار می شود. حالی رو بسیار یاد میکنم اکا. وضعیت همین قدر جدی است اونال؟ هیچ نپرس. مگر با اونال پدرشون رو گویم این خیلی نمیشود. آخر به حالی وعده داده بودن کو خوبش خاموش شدن در کار. اوف
ака ман бо ин ҳале чӣ кор мекунам? унал ман шахсеро медонам ки ба ту кӯмак мекунад. аз ростӣ ака? бале аз ростӣ. вай одам духтури ишқ аст. духтури ишқ? бале. гӯш кун, ман ба ту чӣ хел фаҳмонам? яъне ҷуфтҳое ки муносибаташон вайрон мешаванд вай таъмир мекунад. охир ман ҳам аз ӯ кӯмаки касбӣ гирифтам. эмониде? бале. тунин ҳоло ба ман чунон рашк дорад ки чунон аз пуштам медавад бини боварат намеояд. эмонед? рост мегӯям. ҳоло ман аз пушти ӯ намедавам, ӯ аз пушти ман медавад. бовар намекунӣ? не ба ман нигар унал, магар ягон тағйирот намебинӣ? яъне дар рафторат, дар пӯшиданат каме тағйирот аст ака? бале. ана ҳамааш ба ёрдами ҳамон кас аст. кӣ будааст ака? эй кӣ мешуд бо ҷаи ту домулозиё? домулозиё? бале. имон? бале. духтури ишқ? бале писарам, ӯ аллакай мутахассиси ишқ шудааст. охир як фикр кун, магар зуҳро чаро ба домулои масҷид ошиқ шавад? хуб фикр кун. ба худо дуруст. ӯ чунон усулҳоро меомӯзад ки чунон усулҳоеро ки боварат намеояд. ӯ психологияи занро об бар ин омӯхтааст. унал ту чӣ мегӯӣ ака? бархез меравем, бархез. охир айб шуд, ман ҳоло ҳам бо ӯ шинос нашудам. рафтем ака, рафтем. майлаш меравем, ӯ дар ин соат охир намешавад. ӯ аз маҳалла кучидааст, ман суроғаи вайро намедонам. ака пурсупос карда меёбем. ту бархез, рафтем охир ӯро меёбем. шин камтар сабр кун. унал гӯш кун, ваъда медиҳам ки пагоҳ меравем. биё ҳоло камтар истироҳат кунем. майлаш ака. домулозиё. духтури ишқ? мутахассис аст унал, мутахассис. ту чӣ мегӯӣ ака? духтури ишқ аст, духтури ишқ. бисёр аҷоиб. кани бинем чӣ ҳилаҳо дорӣ домуло. дар ҳақиқат агар зоғи сиёҳ бошӣ ошкор мешавад. чӣ шуда истодааст? сами чаро домулозиёро таъқиб карда истодааст? ё ки аз домулои сохта буданаш шубҳа кардааст? ё худоё, илтимос нафаҳмад, илтимос. зӯроҷон, рост ба офис меравем ё ин ки ба маҳалла ба назди домулозиё? ҳамо зиёро мо селин нашуниди дар он ҷо чӣ гуфт? зӯҳро, ту ҳомиладор ҳастӣ магар? фаҳмонда натавонистам, қариб ҷонам зада барояд. ҷонам, ӯ охир ба издивоҷи сохта розӣ шуд. қариб буд ки падари сохта мешуд. шах шуданаш аҷабӣ нест. ту аз тарафи ки ҳастӣ селин? аз тарафи домулозиё ё аз тарафи ман? чӣ алоқа дорад зӯро? худоё тавба. خانم سیوان دومولو بیایید با شما کمک کنم. دومولو زحمت نکشید. استغفرالله، چه خیلی زحمت. با مغازه شیرینی ها؟ بله، از بازار آمده ایستادم، یک دو چیز لازم بود. در دکان مال نمانده است گویید؟ اینجا چی گپ است؟ خودتون رو بسیار اذیت ندید. مایلش دومولو. زورو جون، از دومولو زیاد جدا شدن رو کی بابو باید میگویدم؟ با فکرم دیلش میکفد. مگر دیگر چاره دارم سلین؟ چی کار کنم؟ دومولوزیو رو دوستم چی کنم؟ راست میگویی. انیق در حیات دومولوزیو کسی هست با احتمال کلان سیوال. هیچ اهمیتی ندارد. هر کسی که باشد نباشد به او خوشبختی ها خواهانم. هیچ پروایی ندارم. خدای توبه. اینها دومولوزیو و سیوال نیستن مگر؟ حاضر به تو گفته بودم که سیوال هست. یک روی احمق. این رو بین وقت رو گم نکرده سیوال به دومولوزیو چسبیده است. این رو به من چخیره با دیدی ها دومولوزیو؟
این همه داد و فریادها برای در حیات شخص دیگر بودنش بوده است. باز این همه را رد کردی استاد ها؟ همین خیر رد نکند که گویا گناه ندارد. در حیات من کسی نیست گفت برای کاری کردنش رو پنهان کردن مرا گناهگار کرده استاد. مایلش عزیزم آرام باش. چه خیلی آرام شوم سلین؟ چرا او با من چنین رفتار میکنن؟ من حالا انگشترین رو از دستم نکشیدم. انشالله سمی یگون چیز رو اثبات کردن نمیتوانم. خدایا التماس دامولا زیا از او را جدا نشود. بین او رو بین. چی خیل خلطه دختر رو میبردارده؟ با فکرم خودش رو جنتلمن نشان داده ایستاده است. سلین اونا رو بین چی خیل مهربانن به هم. سلین من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. من میبرم. ایست با کجا میروی؟ ایست نمیدونم خیر میبینیم. شرم ندارید یک به حالتو نگرید؟ باز فاتحه شده اید شما؟ خدای توبه چی شده است به حال من؟ آفرین زهرا گپی آمده رو بگو جدا شوید آخر به آخر رسد. انشالله به یک دیگر جنگ نمی کنن. از یک دیگر جدا نشوند. باز به حالم چی شده است گفتم میپرسن. کاش که در بین محله نمیدیدم. بسیار شرم داشته ایستادم در پیش چشمی همه. خانم زهرا در بین محله چی رو دیدید عجبا؟ حالا هم رد میکننده؟ راستی گپ ندارم. شما را دیدم. بازن بیگانه دیدم. میفهمید چی؟ خانم زهرا شما چی ها میگوید؟ چی رو رد کرده ایستادم؟ تو چی گفته ایستاده اید؟ لیکن به هم دیگر زیبنده اید مثل دیگ به سر پیشش. خانم زهرا چی گفتنتون رو فهمیده ایستاده اید؟ باز فاتحه شده میشوید شما. باز مسئله فاتحه اون کار به آخر رسیده؟ دامولا شما جدا شده؟ این را بینا چه خیلی خورسان می شود. جدا نشده ایم عزیزم. بین انگشترین ایستاده است. ما جدا نشده ایم حالا. با من خیلی نگاه نکن. چه خیلی نگریستم که گوش کنید. هیچ کس از خفای من حیله کردن نمیتواند. فهمیدید؟ هیچ کس. برو جان شد اکنون آرام شو. آی دامولا من به تو نگفته بودم که در گردی سیول تاب نخور. انا اکنون من به تو نشان میدم. خانم آخر خیلی نکنید شرمنده شده. دامولا ها باز همین تو نمیرسیدی احمق. من به تو نگفته بودم که از سیولم دور است ها؟ برادرم از نزدم دور شو و خدا با تو سر و کار گرفتن نمیخواهم. با من که سر و کار گرفتن که نخواهی از همسرم دور میستی فهمیدی؟ تو با گپای زده دقت دل. دامولا برای برداشتن خلطه های من اومد. کاری تو نباشد. تو رفته کاری خودت رو کن. چه خیلی مرد هستی ها؟ چرا همسرت رو از فاتحه شده من دور نگاه نمیداری ها؟ خیر تو چرا فاتحه شده از همسری من دور نگاه نمیداری ها؟ چه خیل همسر ما جدا شدیم این رو قبول کن. تو هم قبول کن که همسری من هستی و همین خیل میماند فهمیدی؟ نه من اگر سری تو رو نکپونم عقلت به کار نمیدارم. زروباری لازم نیست. گپ زده حل میکنیم. گپ زده هیچ چیز رو حل نمیکنیم. اینجا بیا. این آدم کنعان نیست؟ چرا او به سوی من دویده ایستاده است؟ این کو با فکرم فهمید که من نظارت کنم. چی شده است؟ با اینها چی شده است؟ سمی چرا از کسی امید سمی خدای توبه خانم زهرا در بین محله چرا این مسئله رو میکشوید؟ نزد آدم‌ها شرمنده کردید. این کس را بینانی شرمنده کردی میگوید شما به خودتون نگاه کنید. بس است آخر گویا در حقیقت فاتحه شده هم هست. چه خیلی رفتار است؟ چه خیلی میشد است ملازیو؟ حالا امیدوارم که شما ما رو فهمیده ایستاده. با خدا نمیفهمم خانم زهرا. علاوه بر این چرا با خانم سیول اینقدر بد رفتار میکنید؟ مگر با شما زیبنده است؟ گوش کنید من اصلا برای کاری دینه شبه شده حضور پرسیدنی اومدم اما این رفتارهای شما را دیده شیما شده ایستادم. حالا آن مسئله است؟ خفه نشوید اما این تنها یک خطا فهمی خورد بود. خطا فهمی خورد؟ این چی گپ کمی بود که پدری ساخته میشه.
گویا که من برای مادر ساخته شدن حوث زیاد داشتم. با خدا اون طرفش هیچ معلوم نیست. شما چی گفتن میخواهیدن؟ من هیچ چیز گفتن نمیخواهم. اصلا درباره این مسئله ها گپ زدن در جانم زد. دین شب با بابایتان همش رو فهمانده آمادم. پای بود دیدن؟ با کجا میروید شما؟ ایستید. من حالا گفته‌هایم تمام نشده است. با کجا میروید؟ آخر مرا گوش کنید. زهره آرام باش. چه خیلی آرام شدم که مرا پرتافت رفته ایستاده است. مرا گوش نمی‌کند. مادر این سیوال از حد گذران بسیار هم. چی شد؟ من میکرو دستگیر کردن نتوانستی؟ باز از دستم رها یافت. تو چی خیلی نگاه داری؟ سیوال دامولا زیو فاتح شده است. فهمیدی؟ چرا این رو دیده و دانسته با او بسیار گپ میزنی ها؟ نمیخواهند که کسی فهمد، اما آنها جدا شدند. دامولا زیو کارو به آخری رسانده است. زهرا از قفایش دویده ایستاده است. حتی مکانی زیستش را عوض کرده است. او از آن دختر گریخته ایستاده است. جدا شدند. ها این داملازیا فاتحه را رد کرده. اگر از زهرا جدا شود سیوال ما را کاری کرده فریفته خود میکند. کاری کرده آنها را آشتی کناندن لازم. بله گوش کن، جنگی بین آنها به تو یگان تعلقی ندارد. چی کار کردنی من هم به تو هیچ تعلق ندارد. من یگان چیزی بد نگفته ایستادم. برای خوبی تو گپ زده ایستادم. بگذار خوبی خودم را خودم فکر کنم. دخترم گفته خوبی همه چیز را دانستن شرط نیست. چی علاقه دارد؟ چی ارتباط دارد؟ من از این بعد به هیچ چیز همراه نمیشم. به هیچ چیز. فهمیدی؟ چیزی که میخوای کردن خوب میشود. به تو خانم به تو در دست سیوال خالته ها بودن. چی بود؟ چی شد؟ یکو مشکلی دارید؟ دامولو از شما یک چیز پرسم. شما چه فاتحه شده اید؟ بخشش این سوال کم در خطا شد. در اصل من میخواستم پرسم شما چه دامولو هستید؟ باز چی شد؟ دامولو زیا التماس از سیوال دور ایستید. به نزد فاتحه شدگیتون روید. آخر دختر از خفایتون دویده ایستاده است. کمتر شرم کنید التماس. آخر این خیلی چیز ممکن نیست تماما. این رو به معنی به فاتحه شدتون فهمونید. روز بخیر. زیا من با شما دیگر گفتنی ندارم. در اصل من هم به شما یگان گپی گفتنی ندارم. دامولا زیا همه خلمی هر نباشه چرا از قفای من دویده ایستاده ای؟ چخیر از قفای تو دویدم؟ من در حیاتم از قفای یگان مرد ندویدم. فهمیدی؟ انا همه کار اول داشته است. شما چی سفسطه گفته ایستاده اید؟ در بین محله داد و فریاد نزنه شرمنده میشوید. داد میزنم. از شما میپرسم که داد زنم یا کی نزنم. بگذار شرمنده شوید. داد زنی داد زدن گیر به من چیه؟ البته به شما چی؟ برای اون که شما بپروید. چرا؟ چون که من با شما فاتحه ساخته کردم و شما باشید به آن خیانت کردید. یا خدا توبه، من خیانت کردم؟ من گپ رو بینیده؟ شوخی کرده گناهتان را پوشانیدنی باشید خطا میکنید. در بین محله عشق ورزی کرده ایستاده. با چشمانم دیدم. باز همون مسئله چند بار فهمونم. در دست دختر خالته ها بودن گفتم کمک رسوندم. همش همین است. تو بیچاره است منی ها؟ کمتری دیگر مانده بود که این انگشترین رو برارم. در حقیقت جدی هست خونم زهرا. طاقت کردن نمیتونم. با من خیلی رفتار نکنید. بسیار ناحرمتی میکنید. من ناحرمتم؟ در اصل شما ناحرمتی. در بین محله داد و فیخون دارید. انگشترین رو میپرتویم گفته تهدید کردنی ها. انگشترین رو پرتوید من راحت میکنم. اگر خواهم میپرتویم، اگر نخواهم نمیپرتویم. فهمیدید؟ شما به این قرار نمیبرارید. انگشترین خوب برآمد عزیزکم. هیچ گپ نی. ایوازش میکنیم. مایلش عزیزم ایواز میکنیم حیاتم. مایلش خیر زهرا جون. شب میآیم. مایلش عزیزم خیر. شب باز دیر نمانه جانکم. ایرش برادر بس کوخی. مایلش باز گپ میزنیم. خانم زهرا شما خوب هستید؟ چی شده ایستاده هستن؟ در اصل شما چی کار کرده ایستاده؟ یا خدایا خوبی کنیم گفتیم شما نفهمیدید به فکرم. یا خدای توبه کی به شما خوبی کرده ایستاده است؟ من به شما خوبی کرده ایستادم. ینگه طولینتون از اینجا گذشته ایستاده بود از همین سبب گفتم. چی؟ ینگه طولین گذشته ایستاده بود؟ شما چرا با دیگران پای خاص نکرده ایستاده؟ به فکرم شما میخواهید که بابایم جدا شدنمون رو از دیگران فهمد.
نه نفهمد. شما خودتون گوید از همه خوبش گفته شماست. مالش خاطر نشوید. میگویم شما اکنون براحت با دیگران رابطتان را تمام دهید. حالا هم عیناً درباره یک چیز گپ زده ایستادیم. چه خیلی رابطه؟ بس است بخیر. به خدا که من ناراحت شدم. هیچ کس نیست. ملیس از قفای من تو بودی؟ چرا از پست میدوند؟ چی دانم چی دیوانه هست در همین محله است. با تو یگان ضرر میرسونن گفته بسیار ترسیدم. چیکار کنیم؟ یک جا به خوراکوری رویم؟ میشود. رفتیم. یا خدایا دختر روبین چه خیلی یک است. از من نمیپرسد که مگر تو حسیات داری یا نه؟ استاد؟ بله هجری. استاد هنگامی راه گشتم به سرم یک سوال اومد. حسیات ها در معاینه سر به وجود میآیند یا در قلب؟ بخیر است هجری یگان وضعیت حسیاتی است چی؟ بله استاد. هنگامی در راه اومدن یک گربه را دیدم. میدانید آخر هوا خنک است. آن بیچاره چی میخورد چی مینوشد به خدا رحمم اومد. با خدا هجری یعنی اگر معاینه سر نمی بود فکر کردن نمیتوانستی، خلق نمیداشتی، رحمت نمی آمد. در این حالت حسیات ها هم همینطور در یک جویش با وجود نمی آید. یعنی یک جویه در هر دویش با وجود می آید. خدا راضی باشد از شما استاد. از تو هم راضی باشد. خیر هجری. مایلش استاد. ماشاءالله استادی عزیزم آدمی دانا است. فروخ میگویم که جوانهای حجره خوبمان رو ایواز کنیم. یعنی شاید ما هم ایواز میشویم. ایواز نمیشویم. السلام علیکم. پدر جان چی شد؟ بخیر است؟ بخیر. از خورسندی چیکار کردنم رو نمیدانم. فرزندانم یک فکر دارم. کنی شما به این چی میگویید؟ میگویم که شما حجرتان را به حلی و اونل دهید و آنها در این خانه زندگانی کنند. یعنی چی؟ یعنی میگویم که حجره شما کلان است. معلوم آنها کودک دار میشوند. شما به حجره خود میگذارید. پدر جان ما در دیگر حجره ایستاده نمیتوانیم. آخر خودش حجره خورده که ما خودمان بزوری میگنجیم. ما در دیگر حجره زندگی کرده نمیتوانیم. آخر چه زندگی کرده نمیتوانیم؟ البته پدر جان البته با شما چه خیلی که معقول باشد. در این خانه حلیه را بسیار خوب نگاه کردن لازم است. دختر راحت کنند. آخر حامله دار است. کلین تو هم اکنون حلیه را از نزدیک خوب نگاه و بینی کنی. احتیاط کنید. بینید که دستش را از آب گرم به آب خنک نزند. میلش؟ البته پدر جان البته. مگر نگاه بین نمی کنم؟ آفرین دخترم آفرین. تعبم باز هم خوبتر شد. ما عائله بزرگ هستیم. آفرین اوه خدایا. یعنی همین خیل آخره همین خیل. های کالتا کلاس تو را پاره میکنم. پاره میکنم. اکا چی شد نمک؟ در کجا بودی ها؟ اکا در محله بودم. با تو خبری ناخوب دارم. چی شد؟ بخیر است؟ داملوزی از او را جدا شد. تو چی گفته ایستاده ای؟ با خدا. وای بس از پشت آن زاغی سیاه نباشد بله داملا آوازه ها را شنیده دیوانه شده انگشترین رو پرتافت. نمیدانم ممکن است همین سبب باشد. من از این جدایی بسیار غمگین شدم. اکا من هم غمگین شدم. البته غمگین شدم. البته داملا سیاه بسیار شخصی عزیز و پر ارزش است. غمگین شدم. بین حتی نمک غمگین شده است. همه خیل نه برزگاه. بسیار غمگین شدم اکا. دلم سو لعنتی. چه خیلی که من میدانم داملازیا با تو معقول نیست. چی شد؟ بسرت گلدان افتید؟ آخرین خیلی نگو اکا. تو خودت نگفته بودی که ما از طرفی مرد هستیم، طرفی تو، طرفی ماست. بگذار ما هم غمگین شویم. آفرین نمک.
ака хубаш мо онҳоро ошти кунем а ҳай намок ту чӣ ин қадар нармдил шудӣ ай офарин ба ту ба худо қандат азан иншо нигоҳ кун ту ба ин барзагов чӣ кор кардӣ а ака ба худо ба ман ягон рубитае надорад хеле хуб бигзор ҳамин хел хуб шуда равад ӯро ба ҳоли худаш гузор ака ба ин гап задан фоида надорад чӣ ба ин гап зани чӣ ба девор мисли тайлоқ аст бас ҳаста яка шумо инҳоро аз афарго фармоиш медиҳед яктоаш меяд якто дигараш меравад чӣ гап аста ака иҷоза де ӯро як лату кӯб кунам давоторро гиреде коруборатон монанди мушу гурба мубориза бурдан аст мемуред камтар боақл шавед домуло зиёд дилу ҷигари мост ғамгин шуданашро намехоҳем рафта ин масъаларо ҳал карданамон лозим аст чӣ хеле ки набошад мо аз тарафи мард ҳастем аммо аввал ба хонум селин тӯҳфаи гирифтаамро мебарам хайр ای خدا اینها از کجا برآمدند شوکت اینجا بیا پسرم اینجا بیا سلام علیکم چه شما رحمت تشکر تو دوملوزیو رو ندیدی ندیدم بخیر است با دوملوزیو چی کار داری من کاری ندارم اونال با او کار دارن کی باکو مسئله شخصی دارم بخیر است کمیسر مسئله درباره چیز به خاطر کمک کردن میپرسم آقای پسر شخصی گفته یا خدای توبه چنان نگفتید که گویا با دوملوزیو تکلیف ازدواج میکنه توبه کردم شوکت اونال با یک دکتر عشق احتیاج دارد خواستم یک با داملازیا و خوری کنند اکا چی کار کردی؟ چی شد؟ این چیزی عادی است از دکتر مسئولیت میپرسیم راحت باش از اول میگفتید که برای همین کار جستجو داریم در آخر میگوید آدم شوگه نمیتیم کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ شخصی گفتم آخی تو هم به این سوال میدی یا خدای توبه از پیش خودم نمیپرسم آخی او رفیق نزدیک من است و رفیق به جای پدر است این رفیق تو باشد بوجه من است بوجه؟ بله شوکت داملازیا با اونال بوجه میباشند آخر اما عجیبش در اون که ما اینقدر گپزنان کردیم فاتحه کردیم شناس شدن نتوانستند انا با این واسطه ما آنها رو شناس میکنیم بله یعنی که شما بوجه من داملازیا رو میارم شما اینجا انتظار شوید مایلش شوکت وضعیت بسیار تجلی است آقا جون وضعیت بدی بده من میفهمم میرم شوکت تو رفته داملو رو یاب با ما خبر ده ما در نزد مسجد میشویم من شوز من موتورسیکل میگیرم گیدیم محله تو میخرم داملازیا رو میبرم مایلش یکی نامدم بره با خدا دویده رفته این تا چی شده داشت؟ یکون کس مرا تعقیب کرده داشت؟ پسرک تو از پسی من میوی ها؟ من در بدی بد در خوبی سوپر قهرمان هستم اوه باز از سوپر قهرمانی اثر نکن اوه از من دور ایستو گوش که پرابلم کدسته تو چی ها گفته ایستاده پسرم؟ مردک با خوبی نمیفهمی من پسرت نیستم من نام دارم اوه من بر قصد نمیگویم وقتی گپ زدن از دهانم میبراید اول دو سال کردیم پدر 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 پسرم پدر گفتن نیست وقتی که پدرگویی به سرم بالا می آید پدر پدر تو چی دیوانه ای در بین محله داد میزنی پدر خاموش شو پدر سید جان بد اخلاق پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ انا چیکار میکرد؟ این آدم رو پدر میگوید چه آدم گلی نمیبینی او دومولا است عزیزم دومولا هم باشد انسان است خیر نباشد این آدم کیست؟ کنی به من فهمون گلی؟ من از کجا دانم؟ پس چرا پسر من این آدم را پدر میگوید؟ میبخشید خانم دومولوزی اودین ندیدین؟ نه من ندیدم با اینجا نامد اگر دیدین با او گوین که با مسجد نرود مایلش؟ شبکت یکون کار شد چرا آخر با مسجد نرود؟ نه مقصد من این که با مسجد بیرود لیکن تو با من زنگ نزند با مسجد نرود که در نزد مسجد اجینه است فهمیده؟ فراموش نکنه تیمور
خدا چی آدمی عجیب است. شما دیدید ها؟ چون من گویم نمیگوید اما آدم دیوانه تیار است. خاموش شو گلی، از برای خدا خاموش شو، چون که وقتی که گپ میزنی گپ رو گم میکنی. نه عجبا، من گپ رو گم میکنم یا تو گپ رو گم میکنی؟ جناب خانم لطفا گوش کنید. هی گلی، این آدم کیست میگویم؟ چرا به من جواب نمیدی؟ درباره من بحث کردنتون لازم نیست. من داملوزیا هستم. داملوزیا بوده است. او را میشناخته ای که خودش چی گپ است گلی ها؟ تو نامش رو از کجا میدونی ها؟ کنی به من گپ زن؟ به عقلانه گپ نزن خیری. از کجا دانم؟ نشونیدی آخر خودش گفت کو. شنیدم من کار نیستم. اما چرا پسر من این آدم را پدر میگوید؟ کنی به من فهمون گلی؟ ای خدا از کجا دانم؟ از پسرت پرس. آی پسرم سعید جان، چرا تو این آدم را پدر میگویی ها؟ آخر او ما رو پسرم گفت. چی؟ پسرم گفت؟ گلی چی گفت؟ اینو به من یکون کس فهمونده میتواند. ای دومولا لابد شما چرا پسری مرا پسرم میگویید؟ کنی وضعیت را به من فهمونید؟ یعنی جناب آخر دهانم عادت کرده است. یعنی چون یکون کس روبرو شود پسرم میگویم. انا دیدی؟ عادتی دهانش بوده است. فهمیدم من کار نیستم. در اصل تو فهمیدی خانم گلی؟ به من چی دخل دارد؟ بحث را تو آغاز کردی. تو مرا گناهگار نکن. بحث را من آغاز نکردم. با خدا با تو گپ زدن نمیشود. سرم رو گیج کرده من رفتم. در اصل با تو گپ زدن نمیشود. من هم میروم. با تو بحث کردن نمیخواهم. من هم میروم. میپرسم که این آدم کی؟ خدا میگوید که پسرم است، پدرم است. یا خدا توبه، در دنیا چی آدمانی عجیب است. پسرم باز تو را فراموش کردن. ایمان رونده. چی ها میگویی؟ اینها پدر و مادر تو نیستن مگر؟ کارت چی های؟ کارت گازه چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ با تو سر و کار میگیرم من تمام روز. از من دور شو. مایل گپ نیست. نکی با یک شرط. چی بود از شرطت؟ چکنیم. ای خدا جان، من چی خیلی با این دیوانه روبرو شدم. یا خدایا، من چی گناهی بزرگ کردم و این محل افتیدم. انشاءالله با یکی از آن دیوانه ها روبرو نمیشوم. اما چیزی شود این دفعه با آنجا اماعت گپ میزنم. با آن مسجد میروم من. یا خدایا برادر چرا تلفن از رو نمیبردونی؟ چند بار زنگ زدم با دست نخورده باشه که بلا زد. خیریت خلاص شدم. من به کجا رفته ایستادم؟ من نبکک از آنجا آمدم. این دیوانه ها عقلم را از سرم بیرون کردن. یا خدایا، جماعت مرا انتظار است. آمده ایستادم. جماعت آمده ایستادم. ای فروخ، اینجا هیچ کس نیست. با فکرم وقتی نماز نیست اونا. این بلا زنه. سلام علیکم اکی فروخ اکی اونا. سلام آقای خلیل. السلام علیکم. ما به نزد دنبالای مسجد آمدیم. مرا گوش کنید، دامولا منم. شما؟ بله، دامولای این مسجد منم. چی خیل زهرا به این آدم چی خیل عاشق شده؟ همسال بابایش هست. چی خیل آخیر؟ چل آخیرش چی؟ دامولای این مسجد منم برادر میگویم. ای باجا، شما دختری عشق نه، پروفسور عشق هستید. حلالتان بوده؟ خاموش. اونار یک دقیقه ایست. چی خیل باجم؟ باجه چی؟ باجه من اونال میباشم. یک قسمت شناسه من به این روز بوده است. یا خدایا توبه. این چی خیلی محل است که به یکون صاحب عقل روبرو نمیشوم من. زیارا بینا این از پس من میدود گفته کتگیش بسیار شده ایستاده است. بی عقل دیوانه چی کار کرده ایستاده ای؟ تو برای کشتنی میخوایی ها؟ حیوانی بی عقل. زورا جون خوب هستی؟ من خوب نیستم. راندنشو بین این همش از پشت زیا است. بوده دیوانه میشوم من. زورا جون کمی آروم شو. چی خیلی آروم شومه؟ چی گویم چی؟ بازید رو بین با من سیگنال میدهده احمقی بیفهم ها؟ با آن دنیا رفتن میخواهید اینقدر سرسیمه. توبه این رو بین. زورا جون آخیر مرا ترسانده ایستاده. خدای توبه. آن آدمی ریشدار
اگر یگان بار دیگر به پیش پایم افتاد با او ازدواج ساخته نمیکنم. شد بالا او بسیار التجا میکند. مایلش جانم، تو کمی آروم شو. مایلش بگذار ثوابم را میگرفت. حالا باشد هیچ چیز نمیگیرد. کنه بجرا در این مغازه شیرینیت رو خوردن از من جدا میشدی. فهمیدی؟ احترام بسیار گفته بر یک دار دستمای قزق قیدی. چی شد؟ خانم سیوال برای این یک شیرینی میداده. مایلش دوملو. السلام علیکم دوملو. السلام خانم مبرم. کمتر پیش شفقت شما رو پرسید. با فکرم با شما کاری مهم داشت. تلفنتون جواب نداد. یا خدا. راست با خدا بی آواز بوده است. کیرز کدوم خبری؟ در مغازه شیرینی. تمام من رو با دقت گوش کن. با مسجد نرو که اونال در اموجاست. تو رو کفتستم. اونال در اونجا چی میکابد؟ آخر چی خیلی میشود آقا؟ شما نباید امام این مسجد باشید ها؟ منم برادر، منم. این مسجد من است. اکا این کیست؟ نمیدونم اونال. آقا مگر امام این مسجد داملازیا نیست؟ افهمیدم. داملازیا کیست؟ آخر داملازیا ما؟ آقا شما کی هستید؟ کاری تو چی چرا میپرسی توبه؟ من کمیسرم. توبه کردم خدایا. این چی خیلی محل است؟ همه چی ساخته، داملو ساخته، کمیسر ساخته. یا خدایا توبه کردم توبه. چی خیلی ساخته؟ من کمیسر حقیقی ام. خاموش شوید. بله کمیسر حقیقی. میلش من شما رو فهمیدم. کمیسر بوده است. کسی که از پیشت برایت باجه میگویی توبه. ای خداوند شفای عاجل نصیب کند. همون است. شخص بی‌ضرر است. از افتش آدم خوب می نماید، اما این خیلی مسجدها را گشته. من امام این مسجد می باشم میگفتد. در این باره از مفتیات هم آگاهی آمد. من هم گفتم با شما رسانم. اگر شخصی در بارهش گفتم به اینجا بیاید، بعد رفتار نکنید، دلش را هم نرنجانید. گذارید بیچاره هوسایش را برارد. حق است. امام همین مسجد همین است. شکر خداوند که شخصی با عقل رو بروشو با من در این محله. شما رو به نزد جماعت میبرم. در مغازه شیرینی ها انتظار. آخر جماعت در مغازه شیرینی ها چیکار میکند؟ جماعت در مسجد میشود. اکه مظفر آشی نهار داشته، همه کسا جماعت همونجا رفتیم. بیا خیلی بیا توبه کردم. این موسفید یک کسلی از هیچ نگوین. من خانه داملازیا رو میدونم، شما رو میبرم. بیا برادرم بیا. اومدم. بیا رفتیم. خدایا دیوانه یک تاش به من رو برا شد. اکه خلیل سفر رو بخیر. اکه اونال فروخ داملازیا رو انتظارم. تمام من حل میکنم. داملو رفتیم. اوش یک به یک میریم. استاد داملو پیشتون میگفت. اکه جناب خوش باشید. داملو نامده است. بسیاری بعد انتظار شده. من شما رو به نزد او میبرم. بیاید رفتیم. جماعت در همین جا انتظار است. بله بیایید رفتیم. خدایا استاد کل شد پردوخی. وای برادر تو جماعت گفتن چرا برا به نزدین آدم آوردی؟ این دیوانه است دیوانه. بابا چخیله صحت شده؟ یا خدایا توبه. بیا چیم؟ وای برادر تو جماعت گفتن مرا به کجا آوردی؟ یا توبه. بیا از اینجا برویم. تو چرا مرا به نزدین دیوانه آوردی؟ من از این در گریز بودم در گریز. که آدم بدبخت است. راستی آدم برادر چی کردی؟ کمتر دقت کن آقای خلیل تو سر و کار گرفتی سلام باش برادر باشتا زود باش برادر آقای خلیل بسیار با احتیال باشه خیر برادر. الله شوکر داملازیا اطاعت والا حضرت. حالا ما همراهی اکی فروخ و اکی اونال نزد شما آمده ایستاده ایم.
шавкат ту чӣ сафсата гуфта истодаӣ? домуло акай унанам ба духтури ишқ эҳтиёҷ дорад. акай фаррӯзҷон клиентура зиёд карда истодааст. ой шавкат девонаи беақл ба куҷо омада истодаӣ? домуло ин ҳодиса чӣ хел рух дод? ва чӣ хел? худо раҳматиш кунад домуло. хай хабар мекардӣ мо ҳам савоби ҷанозаро мегирифтем. майлаш гӯш кун, ман аз қафои кӯча ба назди масҷид меоям, дар он ҷо бо хурда гап мезанем. ҳамдардӣ мо ҳам расонед домуло. майлаш домуло, ба ҷои манам дар қути тавсея 50 сум парто. бахшиш комиссар, домуло дар хона набудааст. дар масҷид будааст? дар масҷидам набудааст, ҷаноза рафтааст. бачаи амаки тағои холаи ҳамсинфиш мурдааст. дар як қишлоқи дур шарқи дур рафтааст. шарқи дур? бале шарқи дур тарафҳои мурғоб рафтааст. охир он ҷо ҷануб аст? ҷануби иса дурда. бахти маро бинакае. ака рости гап ман ба бахти кор надоруму агар домулозиё омад ман шумода хабар медиҳам. раҳмат шавкат, раҳмат. акай онал телефонро дизиданд, як телефонбозиро бурам яке ҳамҷа меёмуш. саломат бош шавкат, саломат бош. ака ин аҳмақ чизеро пинҳон дорад. нафаҳмидам унал чиро пинҳон доранд? ин шавкат ку шавкат. хайр? карта келесе ки ман ҷустуҷӯяш доштам дӯсти наздики ӯст. чихе? охир бо домулозиҳо шинос шуда худро бадин додааст, аммо ман рости аз ин шубҳа кардам. ба рафторҳову ҳаракатҳояш назар кун, охир бозӣ мекунад. чизеро пинҳон дорад, чизеро. бисёр шубҳанок рафтор карда истодааст. аҷаб бо карта келос мо мехӯрда бошад. унал инҳо бо домулозиҳо чӣ хел алоқамандӣ доранд? бо домулозиҳо? ягон алоқа надорам. хайр ту чаро инҳоро ба ман гуфта истодаӣ? намедонам. ака мо инҷо барои дидани домулозиҳо омадем. бале. ака як ман аз паи ӯ равам. майлаш. ё худоё тавба.